نوروز جشن عالمگیر با افتخار پنجمین سالگرد جشن بین المللی اعلان شدن نوروز. سال نوی عجم نوروز که عید بین المللی اعلان شد ما را باز هم شاد و مسرور نمود. همکنون این جشن فرخنده را در تمام جهان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌کنند. نوروز نشانه عالی خوبی و پاکی، دوستی و همدلی و عید صفا و احیای طبیعت است. این عید بزرگ از دوره جمشید و کیومرث تا این زمان چندین مرحله‌های وزنین تاریخی را طی نموده تا به زمان امروز ما رسیده است. نوروز عید اجدادی گذشتگان ما میباشد که به ما همچون میراث باقی مانده. ارجگذاری به این جشن ملی ارجگذاری به رسم و رسوم گذشته خویش میباشد. نوروز این آغاز روز و سال نو است. می باید که با این میراث اجدادی خود بفخریم. نوروز به خود رسم و آیین‌های گوناگون دارد و از روزگار پیشین تا این زمان بسیاری آنها به ما رسیدند. پیش از همه کودکان در سرشوی فصل بهار و نوروز خجسته مراسم گلگردانی را به جای می‌آورند. گلگردانی این مراسمی میباشد که کودکان گل‌های نوروزی بهاری را خانه به خانه برده مردم را با آمد بهار و نوروز عجم تبریک می‌سازند. در نوبت خود صاحبخانه به آنها یگان هدیه می‌دهد. در نوروز آدمان به آبادکاری‌ها دست می‌زنند. در بعضی محله‌ها این را خانه براری یا خانه تکانی می‌گویند. از حال و احوال بیماران نیز خبر می‌گیرند. در گذشته اگر نسبت به یکدیگر یگان کینه و حسد داشتند بخشایش می‌کنند. ظرف‌های شکسته را می‌پرتایند، گلخن می‌افروزند. در بعضی منطقه‌ها علاو پرک یعنی از بالای آتش می‌جهند و دیگر مراسم‌های نوروزی را خلق تاجیک با تنتنه جشن می‌گیرد. همه این سنت‌های نوروزی از نیاگان به ما آمده رسیدند. البته در این روز دختران کرته‌های ملی به بر کرده دستورخوان نوروزی آراسته می‌کنند و شعر و غزلخوانی می‌نمایند. دستورخوان نوروزی اساساً از 7 چین و 7 سین عبارت بوده، همچنین با خوراک‌های خوب و دلنشین نوروزی آرا داده می‌شوند. واقعاً نوروز و بهار این ایام شکوفایی است. با کجایی که بینگریم همه جا گلپوش و گلریز است. مرغکان چمن سری هر نوال شکفته نشسته نغمه سرایی می‌کنند و از رفتن فصل دی خوشحالی کرده بهار نکوپای را پیشواز می‌گیرند. نوروز خوراکی‌های به خود خاص را دارا میباشد. یکی از خوراکی‌های معمول نوروزی این سمنک به حساب می‌رود و اگر نشانه نوروز و بهار گوییم هم خطا نمی‌کنیم. سمنک اساساً از گندم تیار کرده شده زحمت زیاد را طلب می‌کند. از وقتی گذاشتن تا به تیار شدن آن حتی هفته‌ها ضرور است. سمنک را قریب در همه ناحیه‌های تاجیکستان تیار می‌کنند. در بعضی ناحیه‌ها سمنک با نام‌های سمنک چنگالی، کلچه سمنک، اتاله سمنک معمول است که با بعضی خصوصیت‌ها از همدیگر فرق می‌کنند. خوراک دیگری نوروزی این دلده میباشد که در بعضی منطقه‌ها با نام‌های دلیه، گندم کوچک، یرمه یا بوج معلوم است. در نوروز اینچنین یک قطار مسابقه‌های ورزشی گذرانده می‌شود. از جمله گوشتنگیری و بندکشی، اسب دوانی و چوگان بازی، الوانچک بازی و دیگر بازی‌هایی که در بین مردم رایج‌اند. در عرفه نوروز شخصان کلانسال دهه یا موسفید روزگار دیده به دهقانان دعای نیک داده به کشت و کاری بهاری آغاز می‌بخشند. از زیبایی‌های بهار و نوروز عجم شاعران، نویسندگان، ایجادکاران به الهام آمده بهار و نوروز را با شعر و سخن تصویر می‌کنند.